Hello everyone, my name is Ali. I'm an English teacher and I'm a nurse as well. My favorite singer is Adele. My favorite soccer team is Barcelona and I'm a really huge fan. My favorite actor is Tom Hardy. If you want to introduce yourself and talk about your favorite things in English like a native speaker, come with me going through this session. اگه تو هم میخوای به همین راحتی توی زبان انگلیسی خودتو معرفی کنی با من همراه باش. توی زبان انگلیسی برای اینکه ما بتونیم یک جمله ابتدایی رو دست و پا کنیم و بگیم نیازمند هست که ساختار تشکیل یه جمله توی زبان انگلیسی رو خوب بلد باشیم. این ساختاری که براتون اینجا نوشتم تشکیل شده از subject, verb and complement. subject چی هست؟ subject برای ما نقش فاعل رو بازی میکنه که این فاعل میتونه خیلی چیزا باشه و مهمترینش pronouns ها هستن یا ضمایر فاعلی رو ما داریم، جلوتر توضیح میدیم. مورد بعدی که subject میتونه باشه common or proper nouns هستش، یعنی اسمهای خاص و یا اسمهایی که عام هستن مثل لیوان، چاقو و خیلی چیزهای دیگه. اسمهای خاص هم که شامل اسمهای خودمون میشه، نمیدونم علی، مایک، سارا and things like that. و میتونه گروه اسمی هم در نقش سابجکت باشه. فعلا زوده به اونها بپردازیم. و مورد بعدی فعل هست که امروز verb یا فعل توی زبان فارسی بهش میگیم. قراره که با همدیگه یه فعل خیلی 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 مهم رو با همدیگه کار کنیم و اونم فعل بی هستش. و در مورد کامپلمنت هم یه چیزای تکمیلی هست، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، اختیاریه. ما میبینیم که با یه فعل و فاعل جمله رو توی انگلیسی میتونیم بسازیم و معنی دار باشه، اما اگه کامپلمنت رو بیاریم میتونیم جمله هامون رو بلندتر، طولانیتر، منظورمون رو برسونیم بهتر و از این قبیل موارد. خب بریم سراغ pronouns که قرار شد با هم دیگه بیشتر کارشون کنیم. ضمایر توی زبان انگلیسی مثل همه زبان‌ها، من، تو، ما، شما، باید در ابتدا کار بشن. اینجا یه دسته‌بندی براتون انجام دادم و اونو توی زبان انگلیسی مثل اغلب زبان‌ها تبدیلش کردیم به مفرد و جمع. حالا مفردها چی هن؟ I میشه من، you میشه are، I میشه من، you میشه تو، he, she, it میشه همون او ما توی فارسی که اینجا he برای آقا، she برای خانوم و it برای جاندار هستش. توی قسمت جمع ها plural ما میرسیم سراغ we به معنی ما، you به معنی شمایی که چند تایی شما و they به معنی آنها. خب جلوتر که میرسیم سراغ ساختار simple present یا حال ساده. همونجوری که از اسمش مشخصه مربوط به زمان حال میشه. اگه توی نمودار بخوایم با هم دیگه کار کنیم و نمودار زمانیمون رو تبدیلش کنیم به 3 قسمت، گذشته یا past، present یا حال، future یا آینده. این زمان میخواد به ما بگه که این حرفی که ما میزنیم با این زمان در واقع الان درسته. این میشه یک حالتش، یعنی اگه من به شما میگم که من توی کتاب خونم، همین الان بیای میبینی که آره من نشستم پشت میز و توی کتاب خونم.
مورد بعدی استفاده ما از این زمان برای مواقعی هست که میخوایم یه فکت رو بگیم. فکت بچه ها همیشه چه در گذشته چه در آینده هر موقع بیان بشه درست هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا آب توی 100 درجه میجوشه. آب توی 100 درجه میجوشه. خب یا اینکه مثلا میگیم که آقا من هر روز میرم مدرسه. پس یعنی روزهای گذشته میرفتم، الان میرم. میبینید زمانش الان نیست. شاید من این جمله رو بعد ظهر بگم، اما وقتی اینو میگم یعنی ساعتهای 6 صبح اگه بیای هر روز منو میبینی که دارم میرم مدرسه. اوکی anyway بگذاریم از این قسمت هم تندتر و بریم با هم دیگه جلوتر و برسیم به فعل دوست داشتنی و عزیزمون، فعل بی. من اینو براتون مارک کنم که بدونید کجا داریم فعلا صحبت میکنیم. فعل بی چی هستش؟ فعل بی توی زبان انگلیسی یه جور حالت آچار فرانسه داره و به معنی بودن یا هستن توی زبان فارسی. فعلا چیزی که ما بهش نیاز داریم توی زمان simple present این 3 تا هستن: am, is, are. am, is, are. حالا همینجوری که توی اول درسمونم بهتون توضیح دادم، بعد از سابجکت ما نیاز به یه فعل داریم. فعلا میخوایم فعل بی رو با هم دیگه کار کنیم. بریم ببینیم که am و is و are برای ضمایر ما کی استفاده میشن. تنها جایی که am استفاده میشه اینجا هست با am. ما I رو داریم. I am. You are. We are. You are. They are. و با he و she و it هم که ما is رو استفاده میکنیم. He is. She is. It is. اوکی این از این. و ما یه contraction form هم داریم. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اینو یه خورده جمع و جور ترش کنیم، یه خورده بشکنیمش، contraction رو ایجاد کنیم. هر شکلش رو من می نویسم، یه بار با هم دیگه تکرارش کنیم. I am میشه I'm. I am میشه I'm. You are میشه your. حواستون باشه که این apostrophe خیلی مهم هستش. حالا جلوتر که میریم خودتون متوجه میشید که این apostrophe چقدر مهم هست. دقت کنید به جایی که قرار میگیره. Your. He is میشه his. She is میشه she's. It is میشه it. اوکی و برای حالتهای جمعمونه دقیقا همین حالتها رو داریم. We are میشه we're. You are که داشتیمش میشه your و they هم میشه their. اوکی پس گفتیم که به معنی بودن و هستن. میتونیم فعل بی رو معنی کنیم. I am من هستم. You are تو هستی. He, she, it اون آقا هست، اون خانم هست، اون جاندار هست. We are ما هستیم. You are شما هستید. And they are که به معنی آنها هستن. خب بریم با هم دیگه 2 تا مثال رو کار کنیم. قراره که توی این مثال ها یاد بگیریم که جملاتی که میسازیم رو منفی و سوالیشون کنیم. جملات حال ساده‌ای که با فعل بی ساختیم یا تو بی ساختیم رو بتونیم منفی و سوالیشون کنیم. اول از همه You are on a boat with your parents. You are on a boat with your parents. یعنی شما روی کشتی هستی با پدر و مادرت. خب برای منفی کردن وقتی ما افعال to be رو داریم فقط کافیه که ما بعد از فعل to be هر جا دیدیم
not بذاریم، یعنی بگیم you are not و مابقی جمله یا همون کامپلمنتری که داشتیم رو عیناً اینجا تکرار میکنیم. You are not on a boat with your parents. اوکی، و اینجا ما یه موضوعی رو داریم، یه کانترکشن بدیم که انقدر جمله‌مون طولانی نشه. میتونیم آر رو بچسبونیم به ضمیر، یعنی بشه You're not on a boat with your parents. میتونیم این دوتا رو با هم دیگه ادغامشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی بشه You aren't on a boat with your parents. اوکی، پس ما این دو حالت رو توی زبان انگلیسی برای کانترکشن بین فعل to be و not داریم. خب بریم سراغ وقتی که افعال to be رو توی جمله‌مون استفاده کردیم و نیاز داریم که اونو سوالی کنیم. برای این کار که خیلی 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 هم ساده است، اگه یادتون باشه این بالاتر ما توضیح دادیم که سابجکت رو داریم و فعل رو. حالا فعلمون اینجا فعل to be هستش و قابل جابجایی هستش. حالا بعداً راجع به افعالی که جابجا نمیشن هم توضیح میدیم. حالا که قابل جابجا شدن هست، ما فقط کافیه که جای سابجکت و فعل to be رو عوض کنیم برای تبدیل شدن به فرم سوالی. خب اینجا ما you داریم و are تبدیل میشه به are you و دوباره کامپلمنت رو هم که جای خودش میاد و اصلا بدون تغییر میمونه. Are you on a boat? Are you on a boat with your parents? دیگه تبدیل به سوالی میشه. Are you on a boat with your parents? تو با بابا مامانت سوار کشتی بودی یا سوار کشتی هستی؟ اوکی، کانترکشن ها هم که این بالا بهتون توضیح دادم یه بار دیگه با هم دیگه کار کنیم. You are not رو داشتیم، گفتیم که یا میتونیم فعل to be رو بچسبونیم به ضمیر یا اینکه میتونیم فعل to be با not ادغام کنیم که دو حالتش رو براتون بالا گفتم و نوشتم. یا میتونیم بگیم you're not یا میتونیم بگیم که you aren't و جفت حالت هاشون هم کاملا درست هستش. بریم با هم دیگه جمله بعدی رو کار کنیم. She is busy with her homework. She is busy with her homework. یعنی اون حالا خانومه یا حالا اون کسی که ما داریم صحبت میکنیم سرش شلوغه با مشقایی که داره مینویسه یا حالا تسکایی که قرار انجام بده، سرش شلوغه. She is busy. میبینید که بعد از افعال to be ما اینجا یک صفت رو استفاده کردیم. She is busy. اوکی، و شما هم میتونید صفت‌های دیگه رو بعد از این افعال استفاده کنید، افعال to be. She is busy with her homework. برای حالت منفیش داریم she isn't یا میتونید بگید she's not. Both are correct. She's not busy with her homework. برای سوالی کردنش هم همون جوری که راهنمایی کردم، فقط کافیه که فعل to be رو برداریم بیاریم بذاریمش اول جمله، جاشو با سابجکت عوض کنیم. Is she busy with her homework? اوکی، اینم از این.
حالا با همدیگه من اینجا براتون چند تا جمله نوشتم و قراره با همدیگه کارشون کنیم. مثالهای بیشتری زده شده و میخوام که مطلب کاملا براتون جا بیفته. I am in the car with my daughter. I am in the car with my daughter. یعنی من با دخترم داخل ماشین هستم. حالا بریم با هم دیگه منفیش کنیم. I am not یا I'm not in the car with my daughter. من توی ماشین با دخترم نیستم. بریم با هم دیگه سوالیش کنیم. Am I in the car with my daughter? من با دخترم توی ماشینم. Okay. جمله بعدی. They are in a summer vacation with their friends. They are in a summer vacation with their friends. اونا با دوستاشون توی تعطیلات تابستونی هستن. برای حالت منفیش they're not in a summer vacation یا they aren't. Okay, both forms are correct. جفت فرم های منفی درست هستن. یا برای سوالی کردنش هم فقط کافیه که are رو بیاریم قبل از ضمیر. Are they in a summer vacation with their friends? Are they in a summer vacation with their friends? اونا با دوستاشون توی تعطیلات تابستونی هستن. و مثال بعدی. We are in the library to study for our exam. We are in the library to study for our exam. یعنی میگه که ما توی کتابخونه هستیم و برای امتحانمون داریم درس میخونیم. حالت منفیش که دیگه خودتون کاملا بلدید. We are not یا we're not in the library to study for our exam. حالت سوالیش هم میگه Are we in the library to study for our exam? Are we in the library to study for our exam? اوکی. اینم از این. یه موضوع دیگه هم که قراره توی جلسه امروز با هم دیگه کار کنیم مربوط میشه به possessive adjectives یا صفت ملکی، صفت‌های ملکی که مربوط به همین ضمایری هستن که با هم دیگه کار کردیم و توی مثال‌های بالا هم دیدیمشون. خب همینجوری که از اسمشون مشخصه اینا صفت هستن. اما چه صفتی؟ نوع خاصی از صفت هستن که اسمی که بعد از خودشون میاد رو در مالکیت خودشون در میارن. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی پیش اومده میخوایم بگیم کتاب من، دوست من، دوستاشون و اینجور کلمه ها رو وقتی میخوایم به کار ببریم نیازمند میشیم که از possessive adjectives استفاده کنیم. من اینا رو براتون توی لیست آوردم، دونه دونه با هم دیگه کار میکنیم. my اولیش میشه my یعنی مال من، اسم بعدش که میاد رو در مالکیت خودش در میاره. My book کتاب من. Your car ماشین تو. Her house یعنی ماشین اون خانومه. His phone میشه که تلفن اون آقاه یا شماره اون آقاه. It's مربوط میشه به مالکیت یه جاندار. It's food یعنی غذاش. حالا یه سگی اشاره میکنیم به غذاش که میگیم this is its food. این غذاشه. Okay? This is our cat گربه ما. Their loan وام اونا یا وام آنها. اینم از این. حسابی باید اینا رو کار کنید. خیلی خیلی ساده است و تمرین و تکراره که باعث میشه شما اینا رو خیلی روونتر به کار ببرید. از این موضوع که رد میشیم ما الان 2 مبحث خوب رو یاد گرفتیم. فعل تو بی رو با هم دیگه کار کردیم. سابجکت ها رو یاد گرفتیم. پروناون ضمیرها رو یاد گرفتیم. سیمپل پرزنت رو یاد گرفتیم. حال ساده با فعل تو بی و استفاده از اون توی جمله ها رو یاد گرفتیم. حالت های سوالی رو یاد گرفتیم. منفی رو یاد گرفتیم. کانترکشن فرمز ها رو یاد گرفتیم و تونستیم به یه حدی برسیم که یه سری جملات دست و پا شکسته رو بگیمشون. بعد از اون هم که possessive adjective ها رو به کار بردیم که توی جملات خیلی خیلی میتونه کمکمون کنه.
حسن ختام این جلسه مربوط میشه به این مبحث که ما قراره با هم دیگه یه سری چیزای مربوط به مکالمه هم کار کنیم. اولین چیزی که توی زبان انگلیسی باید بچه ها یاد بگیرن گفتن اسمشون هست. For example, what's your name? What's your name? خیلی راحت میتونید بگید my name. اسم من. یادتون بیاد possessive adjective ها رو. My name is Ali. My name is Ali. And tell me about your last name. What's your last name? فامیلی چیه؟ My last name is رضایی. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? برای گفتن شماره تلفن توی زبان انگلیسی فقط دقت کنید که اعداد رو ما دونه به دونه بیان میکنیم. نمیایم پشت سر هم بگیمشون. مثلا اینجا میگیم که و حالا بلا 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 0918555. اوکی، پس گفتن شماره ها هم اینطوری. What's your phone number? It is. حالا بعد شمارتون رو دونه به دونه بیانش کنید. What's your phone number? It's 555-431 and blah blah blah. خب بریم سراغ سوال بعد. What's your job? شغل چیه؟ برای جواب دادن به این سوال فقط کافیه که بعد از I am شما شغلتون رو بگید. حالا با یه شناسه که A یا N هستش و بهش میرسیم که کدوم باید به کار ببرید. For example, I am a teacher. I am a teacher. I am a lawyer. I am a nurse. من یه وکیلم، یه معلمم، یه تاجرم، تریدرم. I'm a trader. I'm a nurse. پرستارم. و خیلی چیزای شغلای دیگه که میتونید شغل خودتون رو یاد بگید به زبان انگلیسی بیان کنید. مورد بعدی مثلا what's your position in the game. Okay, what's your position in the game. یعنی توی بازی تو چه جایگاهی داری. What's your position in the game. جایگاه چیه تو بازی. For example, you can say I am the leader. I am the leader. یعنی من کاپتانم. I am the captain. اوکی. سوال بعدی و خیلی 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 پرکاربرد راجع به favorite things هامون هست. favorite یک صفت توی انگلیسی و مربوط میشه به چیزهایی که مورد علاقته. یعنی هر چیزی که بعدش میاد هم معنی مورد علاقتون میشه. یعنی چی؟ یعنی من از شما میپرسم what's your favorite song. آهنگ مورد علاقت چیه. what's your favorite actor. بازیگر مورد علاقت کیه یا چیه. what's your favorite soccer team. what's your favorite soccer team. اوکی. و خیلی چیزای دیگه. یعنی تیم فوتبال مورد علاقتون چیه و سوالهای دیگه که میتونید همزمان بپرسید. what's your favorite movie. فیلم مورد علاقت چیه. what's your favorite پلیر مورد علاقت کیه چیه. و برای جواب دادنش هم فقط کافیه که از این ساختار استفاده کنید. my favorite. حالا هر چیزی. من اینجا sing رو میگم. singer. my favorite singer یعنی خواننده مورد علاقه من is. حالا هر چیزی میتونید اینجا بگید. my favorite actor is. my favorite team is Barcelona. my favorite song is blah blah blah. اوکی. پس ساختار هم همینه و خیلی میگم تا شاید بتونیم ساعتها راجع به این what's your question ها توی جای خالی ما کلمه و ساختار و جمله بذاریم و معانی و سوالهای خیلی بامزه ازش در بیاریم. مثلا what's your goal for the future. هدفت برای آینده چیه. یا نمیدونم یه سوال خیلی معروف و پرکاربرد دیگه اینه که what's your deal.
What's your deal؟ فاز چیه؟ اوکی؟ و میگم همه جوره میتونید از این What's your question ها طبق چیزی که میخواید یه سری سوالای ابتدایی و بامزه رو طراحی کنید. خسته نباشید. امیدوارم که از این جلسه لذت کافی رو برده باشید.